تو صحت بشوی. را با توقف بابر رفتیم پسرم دستانت یخ کردند. رفتیم جانی من. بیا آرام باش. همش گذشت رفتیم. کنی با درون درو. احوالش چطور است؟ صدمه نقلیاتی بیمار 9 ساله است. خونش RH در راه دلش از تپیدن ماند اما مانع شدیم. حالا تپش دارد. به دکتری عصب خبر دهید. اتاق جراحی را نیز زود آماده سازید. الو ماشین زده است اون طرفش رو نمیدونم. زود بیایید. سلیم صدمه نقلیاتی. سلیم راست روید. در طرف راست مسئولان آنها به شما یاری میدهند. تستر بیار. بگیر. از این 2 بنوش فایده دارد. 2 بنوش زود میگذرد. عرق نوشیدی؟ نه ننوشیدم. یعنی عرق نوشیدی چی؟ تنها پرسیدم. آید به زنده یا مرده بودن کودک یگان معلومات داری؟ بسیار سخت زدم. اوه خدایا این از کجا به سر ما آمد؟ پلیس آمد. تنیر است. تنیر بیا. جناب اکرم خدا نگهبانتان باد. اکنون چی کار میکنیم؟ چی نقشه دارید؟ با عطیف چی میشود؟ چه شدنش معلوم است. با پلیس رفته تسلیم میشوم. سفسطه نخون این طور نمیشود. پسرم آرام شو. ما همش رو حل میکنیم. من باید زنگ زنم. اول احوال کودک را باید دانست. سیاه بشه. پسر جان کمی دیگه پسرم جان تو سیاه بشه. پسر سیاه بشه. پسرم سیاه میشه. پسر جانم سیاه میشوی. پسری زیبایم.
کی زنگ میزند؟ ادوکات. چی میگوید؟ به قرارگاه میرود. کاش که تو هم میرفتی. من در آنجا چیکار میکنم؟ چند مراتب گفتیم ماشین را آهسته ران، با دقت باش، به یگان مصیبت دچار نشوی. گفته‌ات شد و مصیبت دچار شد. اکنون خرسندی؟ یزنا چی میگویند؟ خبر نیست. وقتی دراز رو میگیرد انتظار میشه بهت گفتند. سلیم صحت و سلامت برایت. نجات یابد. مادر نجات مییابد. نجات مییابد. خدا خواهد نجات مییابد. اکای توهیر تینجی است چنگیز؟ این رفیقان شعبه پلیس میگویند که راننده تسلیم شده است. کی؟ 1 ساعت پیش. نزدیکان جبر دیده باید برای حجت گذاری به قرارگاه بیایند. فهمو جناب مامور، اما ما کودک را در این احوال گذاشته رفتن نمیتوانیم. کی بود از جناب پلیس؟ جانی مرا با ماشین کی زده است؟ در اینجا معلومات داده نمیتوانم. حالا کودک را جراحی دارند، بعد تربیت نمیشود. به ما چنین امر دادند. من امکش، من میروم. ایستید اکا، ایستید. من میروم. کی پسر مرا پخش کرده است؟ کدام بیناموس؟ شما انتظار شوید. مادر چی شد؟ با همین ماشین زده است. بیا رفتیم، وقتتون رو بسیار نمیگیریم. همینجا باش. اکا پدر جبر دیده رو آوردیم. بیانات گناهگار را گرفتیم. روا میکنیم. فهمو. کمی انتظار میشویم. همین است. همین است. با سببی تو پسری من نمیرد حیوان. از سیمایم نگاه کن. پلیس مرا سرده. شاکین جاغش را بیش کردم. سرده. آرام شد. من با این همه سبب شده ترک کرده رفتن نمیتوانم. پسرم التماس، ما همه چیز رو تشکیل کردیم. اگر برعکس یگان چیز شود چی می شود؟ ما همه امکانها رو با اویلا پیشنهاد میکنیم. آخر من هم میخواهم اینجا ایستاده با شما. نه عتی، با ما باور کن. التماس، با مادرت باور کن. من به تو وعده میدهم که همه‌اش خوب میشود. خواطر نشو، همش خوب می شود. همه چیز را تحت نظارت خود گرفته ایم. خواطر نشوید. تشکر تنیر.
پسرم جانی من تو یگان چیز رو فکر نکن ما چی لازم باشد حل میکنیم الکای حل کرده ایستاده همه‌اش خوب میشود و من باور کن تو تنها آنجا رفته کمی استراحت میکنی میلش بعد گوش کن تنیر با تو اویدی چیکار کردنت نقل میکند جانی من پسر یگانه ای من تو چیکاری که نکنی ما همه وقت غمی تو رو میخوریم تو رو دوست میداریم بیا جانی من بیا خودت را احتیاط کن بیا رفتیم آن را باید گیرم عطیف سمی در اینجا نوش هست شناسنامه و اینچنین پول هم هست 2-3 هفته از خانه به بیرون نبرو بغیر از پدر و مادرت به کسی زنگ نزن به رفیقانت باشد هیچگاه سایت های اینترنتیت را محکم کن یک مدت باید با دقت باشیم عطیف این 2 نفر همراه تو می آیند از برات دور نخواهند شد خاطر نشو خودت را احتیاط کن کمی پس پرواز میکنیم اگر یگان خواهش داشته باشید من در همین جایم جناب عطیف جناب اکرم کمی پس پرواز میکنم همراهش 2 شخص باوری ناک است فهمو تشکر تنیر باز یگان امری دیگر دارید بیمارخانه را خبر گیر خاطر نشوید دکتر چی گفت؟ فؤاد نزلی رو که از بیمارخانه میبری؟ یک مدت زیر نظارت دکتر میایستد اگر عصب شناس هم اجازه دهد شاید آن وقت میبریم اینقدر صحبت کردی چی گفتند؟ ما انتظار شدن میگیریم یکشان دکتر با نزلی مشغول میشوند شاید برای دقت جلب کردن کرده باشد دقت جلب کردن چیست؟
چی بودنش رو میدونی ایسون؟ آیا من گناهگارم؟ گناهگار را جستجو ندارم. اگر جستجو میکردی بر وقت پیدا میکردی. ایسون باز سر نکن، حالا وقتی این نیست. من قهوه می نوشم. من میارم، تو همینجا باش. الو جمال، زنگ زدایی؟ در بیمارخانه هم بیخبر موندم. نه چیزی جدی نیست. گوش کن، وکالتنامه ما بود که آن را بیکار کن. نزلی را در این احوال دیده فهمیدم که حالا وقتی نیست. مایلش بدتر صحبت میکنیم. با تو زنگ میزنم. салом. бо шумо дар дармонгоҳ вохӯрда будем. духтарамро муолиҷа карда будед. он рӯз бо шумо дағалона муносибат кардам. бахшиш. духтарам бо шарофати шумо зинда аст. маро бубахшед. ҳеҷ гап не. шумо барои чӣ ин ҷо ҳузур доред? ягон бемор доред? писарам, худо шифо бахшад. бори дигар шифои комил. апа, рангат сафед шудааст. ягон чиз бихӯр то ки ба худ биёӣ. не, ҳеҷ чиз намехӯрам. элва, ҳадди аққал чой бинӯш ки каме гарм шавӣ. не апа, ташаккур. нигоҳ кунед. бозии дӯстдоштаи салим. писарам чанд ҳафта шуд ки тамошо кардан мехост, аммо насиб накардааст. худо гирад ҳам бозӣ ва ҳам футболро. сабабгори мусибате ки ба сарамон омад ана ҳамин футбол аст. ман як писарамро хабар гирам. ки будааст? оё он беномусеро ки зада гурехтааст дидед? дар баёноташ чӣ гуфтааст? мошини ширкат будааст. он шахс ронанда аст. барои таъмир рафта истода будааст. чӣ гуна ширкат? намедонам ширкат буд ё меҳмонхона буд. саросима шудааст ва кӯдаки мо бо баробари бароҳ баромаданаш. барои чӣ наистодааст падарсак? чаро зуд гурехтааст? ака аз тарс гурехтааст. худо ҷонашро бигирад. номарди лаънатӣ. дастгир карданд? ҳоло ба додгоҳ супориданд. саҳар хабарашро мегирем. агар дастгир шавад чӣ мешавад? оё ба салим фоида дорад? духтур меояд. ҷаноби духтур, аҳволи писарам чӣ тавр? аҳволи писарам чӣ тавр аст? аз интизорӣ дилгир шудем. гуфта метавонем ки наҷот додем. шукронаи худо. худоро шукр. шукри худо. худоё ҳазур бош. аммо чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? қисми сервикал ва майнаи сараш осеб дидааст. сервикал? чӣ гуна буданашро ташхис монда натавонистем ва барои ҳамин ба ҳар ҳолат омода бошед. чӣ гуфтанд модар? ин чӣ мегӯяд? ман нафаҳмидам. яъне маъюб. агар хотирааш бошад ҳам ин дер давом намекунад. ба ҳар ҳол омода бошед. мумкин аст ман писарамро бубинам. ҳоло мумкин нест. ба шумо баъдтар хабар медиҳам. худо шифо диҳад.
چی گفت؟ پسرم میارم. سلیم رو میارند. پسرم سلیم پسرم پسرکم التماس راه دهید به حجره احیا میبرم. التماس 2 دقیقه پسرم رو ببینم، نفسش رو حس کنم. مایلش تنها شما بیایید. عزیزم جانی من. بله تنیر، بله. تشکر. تلفنم خاموش نیست که یک خواهی زنگ زن. خوب حتما زنگ زن. چی میگوید؟ از بیمارخانه زنگ زد؟ کودک را نجات دادن، خطر برطرف شده است. چیزی که باشد خدا را شکر. جراحی دشوار شده است اما حداقل زنده است. شکر گوییم. فرزندانشان را در کوچه بی صاحب میپرتویند و درد سر دیگران میکنند. اینجی حیات فرزندشان در خطر است. تو انبار خود را به جای آن مادر گذاشته نمیتوانم. هیچگاه به جای چنین مادر خودم را گذاشته نمیتوانم. من تا کلان شدن پسرم از نزدش یک لحظه هم دور نشدم. در کجاست؟ چی کار میکرد؟ از هر کارش با خبر بودم. فهمو، فقط جنجال نکنیم. هر کس و فکر خودش. اکا سلیم در حقیقت معیوب می شود. تو چی ها میگویی؟ هیچ چیز نمی شود. سلیم شفا می یابد. سرای شما به خانه روید. خسته شدید، کمی استراحت میکنید. نه ینگا، من با دادرم نیستم. سرای اصلا 1-2 ساعت خوب روی. دو روز پیش تنها یک درد داشتم که طاهر بود. این مرد برای چی این طور میکند گفتن. دل و جگرم رو میخوردم، اسیان میکردم. همش هیچ بوده است. گویا که خدا دیده. بگیر انا به تو درد گفت. اپای الوان، این طور گفته خودت را بیمار میکنی. التماس این طور نکن. ندانم آسیه، گویا که همش گناهی من باشد. با خود همراه با بازار باید میبردم. با کدام عقل کودک رو تنها گذاشتم. با تو دلم میسوزد، ولی همه چیز از خداوند است. چیکار کنیم؟ تقدیر است اپای الوان. بله. این خانم را به نزد بیمار برید. فهمو، 2 دقیقه انتظار شوند، من میآیم. فوتبال در چه احوال است؟ اکا باور کنید فنربخچه سخت هجوم میکند. اقلا حساب برابر میشدن. بازی تا حال تمام نشده است. کم ماند.
همین خیلی بازی کن آنجا. انا همین خیلی نزدیک شد. انا همین خیلی گل. خانم بیایید میرویم. مرحمت. پسرکم سلیم، میدونی که من آنقدر نمیفهمم، اما همه بازی عجایب شد میگویند. سلیم، کاش که میدان رو میدیدی. جای پای ماندن نبود. فنر هجوم میکند. بشکتش باشد زیدیت نشون میدهد. گل اول رو فنر زد. موسا هسکو انهمان زد. با سرش زد. بازیگرانی تو رو هفتاده نشدند. خواطر نشو. بشکتش به هجوم گذاشت. با یک ضربه گل شد. پسرم حساب 1-1 شد. گل رو ابراهیم تورمان زد. اما بازی پر هیجان شد. هر دو دسته هجوم میکنند. یعنی فکر میکنی که فنر گل میزند، اما ناگهان بشکتش میزند. 2-1 شد. سلیم، میدان جوش و خروش دارد. طرفداران از خرسندی یکدیگر را آغوش گرفتند. اما حالا تا تمام شدن بازی وقت بسیار است. آن موسی باز یک توی دیگر گل میزند. سلیم، باز با سرش. بین حتی نام بازیگر رو یاد گرفتم. حساب 2-2 شد. یعنی نو غالب میشویم گفته بودیم که این خل شد. از آن میدانی کلان صدای نمی براید. طبیعی همه خیره شد. فنر بخچه در نزد دروازه بشکتش است. گویا که حاضر گل می زده باشند. سلیم، اگر می دیدی دلت به وجد می اومد. برای به آخر رسیدن بازی وقت کم مانده بود. اگر تماشا می کردی می گفتی که اقلا حساب برابر شود. همه در هیجان بودند. فنر هجوم آخرینش رو می کند و گل زده نمی تواند. توپ را باشد بشکتش صاحب می شود. بازیگران تو با تمام قوا می دوند. دقیقه 93 سلیم، همه به پا خستند. آلجای می دوند و با دروازه‌بان رو برو شده آهسته توپ رو می زنند. گل سلیم، گل. حساب 3-2 شد. خرسندی طرفداران رو باید می دیدی. به کودک مبدل شدند. همه با بالا یکدیگر خود را می پرتند. گویا که میدان در آنجا فرو می رود. طرفدارها از خرسندی دیوانه شدند. بازی به آخر می رسد. سلیم، پسرم، بشکتش تر هفت غالب شده ایستاده است. پسرم غالب شدید. پسرم کاش که تماشا می کردی. کاش که تماشا کرده می توانستی. از غالبیتی دستت ما رو دلگیر می کردی. از بالای سرمان نمی فرامدی. تو سهر از خرسندی خواب نمی کردی. سلیم، سلیم، این چه خواب است جانم؟ آیا این طور خواب کردن با تو میزید؟ جانم سلیم، برخیز. بین بشکتش هم غالب شد. تو هم غالب میشوی. تو هم با پا میخیزی. جانم، میدونم که مرا میشونی.
التجا میکنم. مدد کن. مادر چی شد؟ سرای دخترم دادرت به هوش آمد. مادر چی ها میگوید؟ فهمو من زود میآیم. بسیار خوب، زود بیایی، انتظار میشوم. هیچ کم نیست. تو خوب کن جانم، خوب کن. صبح بخیر دخترم، تینجی است؟ سلیم بیدار شده است و بیمار خانه میروم. خدا را شکر، خیلی خوب. پس بیا یک جای میرویم. بیا رفتیم. نانها رو اینجا میگذارم مادر. یگان چیز نمیخورید؟ مادر تیار شوم، ما هم میرویم. نه دخترم، ما پدرت رو انتظار میشویم. اکاد نان آورد، یگان چیز تیار کن، نهاری میکنیم. این لباسایتان را به بالا برید. ایستا سرای ایستا. زود باش. ما رو میبینده؟ بیدار شده است؟ پسر یگانه من. کمی دور میشدم تا که ما کودک را میسنجیدیم. یگان کس یگان چیز گوید؟ میآید. به هوش آمده است. احوالش چطور است؟ از سبب آسیب عصب فونکسیوهای کارکرد عصب ضعیف شده است. برای همین احتمال معیوب ماندنش بسیار است. حالا به شما چیزی گفته نمیتواند و شما را نمیشنود. باور کنید که تمام معالجه ها را به راه مانده. این روند وزنین است، اما ما باید صبر کنیم. ناامید شیطان است. خدا شفا دهد. سلیم جانم بیدار شده. بین من آمدم. سلیم بین من اپد. جانم ما رو نمیبیند. میبیند، اما واکنش نشان داده نمیتواند. باید کمی صبر کنیم. برای چی آخر چشمش رو کشوده است کو؟ چشمانش کشوده و ولی خوب است. دکتر همین خیل گفت. یعنی در اینجاست با ما، اما با ماننده که
چی گپ شده است؟ کسی چیزی گوید آخر چی گپ شده است؟ انتظار شوید میگویند سرای. انتظار میشویم. چرا انتظار میشویم؟ چرا انتظار میشویم؟ چرا انتظار میشویم؟ акай рамзӣ беҳуда инҷо наистед. бе ҳамин ҳам ягон кор карда наметавонем. ҳеҷ гап не апа. ва вақте ки мо инҷо меистем фарзандонамон парешон мешаванд. серай, ту ҳам бо мо биё. ман бо додарам меистам. ин тавр бошад бегоҳ меравӣ? чӣ хеле ки хоҳед. ё ин ки ман омада шабона меистам, шумо рафта дам мегиред. мебинем. апа, чизе лозим бошад бигӯед. ташаккур ҷенгиз. саломат бош. элван, духтарам, бо хости худо ҳамааш хуб мешавад. зиқ наша. ман сӯзан ва духтарамро гирифта ба дузже бармегардам. рифат инҷо мемонад. рифат, ту инҷоист. мабодо ягон чиз дар кор шавад, ёрӣ медиҳад. салом тоир. ман хеши гулҷонам. аз олмон омадам. дар тӯй вохӯрда будем. салом ака. худо шифо диҳад. чӣ хел шуд? сиҳат шуданашро интизорам. медонам мусибат вазнин аст. ман дирӯз ҳангоми садама дар он ҷо будам. ронанда он мард нест. ту чиҳо мегӯӣ? дар мошин дигар шахс буд. расми ин ҷо буда ба ӯ монанд нест. чӣ хел яъне? боварӣ дорӣ? боварӣ дорам тоҳир. ака. фотеҳ гап зан. вазъият чӣ гуна аст? вазъият як хел аст, аммо одамони инҷо шубҳа пайдо карданд. хостам ки хабардор бошед. шубҳа пайдо кардам? чӣ шуд? ҷаноби акрам дар ҳуҷрааш? бале, дар онҷост. фаҳмо, ӯро таъқиб кун. он шахс чӣ кор мекунад, ба куҷо меравад, бо ки вомехӯрад, ба мо хабар деҳ. майлаш. чӣ шуд? ягон муаммо? боварии комил надорам, аммо эҳтимол дорад. шояд бо оила муаммо шавад. ҳал карда метавонем? бале ака, бале. дар ин ҷо касе роҳбар нест ака. касе аз ягон чиз хабар надорад. дар ба дар гаштан фоида надорад. беҳтараш бо адвокат вомехӯрем. агар лозим бошад шоҳидӣ медиҳам. ронанда он шахс набуд. одамони боянд. шояд пул дода бошанд. ман ҳам ҳамин тавр фикр кардам. ин ҷо чӣ найранге ҳаст? пагоҳ ба олмон бармегардам. агар лозим ояд ба додгоҳ омада шоҳидӣ медиҳам. фаҳмо ака, ташаккур. ман ин корро ҳатман тадқиқ мекунам. хайр, то боздид. тоир, ту ҳастӣ? бале, ман. ту кистӣ? худо шифо диҳад. барои писарат ғамгин шудем. саломат бош бародар, аммо ту кистӣ? ҷаноби акрам салом мегӯянд. акрам шанел. шанел? хаме бо ту суҳбат мекунем. ба мошин савор шав. серай,
مادرت به خانه برای گرفتن یک چند چیزهایش می رود. تو هم رفته استراحت کن. پگاه باز می آیی. میلش؟ به من نرسید التماس. ما همراه خواب کردن عادت کرده ایم. اگر او در حجره خوابم نباشد خوابی من نمیبرد. مادر التماس یک شب همراه با دادرم استم. تو خودت میدونی دخترم. همراه رفته بیاییم ینگه؟ لازم نیست. تو اینجاییست. اگر یگون چی در کار شود یوری میدی. پسری دوست رو یکی من تو رو خدا در پناهش نگه دارد. بله خانم جی رسیدیم. همه چیز خوب است. خواطر نشوید خانم. سلامت باشید. تشکر. یک روی نکرد زود گرفت؟ بله وقتی که ما او را کمی ترساندیم. به سر ما بلا نشوند شد. یعنی باز به مطبوعات نروند؟ بله خبر را پنگ کردنیند. اینطور نباید شود. من نظارت میکنم. خیریت که هستی تنیر. ما با کی باور میکردیم اینقدر مشکلی رو چخل برطرف میکردیم. همین طور نه؟ بله جانم. نخواد من با کی باور کردنم رو ندانم. برای همه چیز تشکر. سلامت باشید. در اصل برای باور کردنتان تشکر. خدا شفا دید تو کودک شال دارد. سلامت باشید دکه. خدا شفا دید. تشکر. حتما خبر میگیرم. خوب. خدا از شما راضی باشد. حسن قرض من چند است؟ قرض نداری. قهوه از من به تو هدیه. سلامت باش. این رو میدونم. قرض عمومی 700 بود. چند بود؟ حالا وقت این است. پسر در بیمارخانه است. این را به کیسه گذار. لازم میشه. این دیگر است. ما باید حساب و کتابمون رو بدونیم. نمیخواهم که قرضدار باشم. اینقدر پول رو از کجا یافتی؟ در زادگاه هم زمین رو فروختم. زمین فروختم. زمین؟ چرا زمین رو فروختی؟ تو در اینجا چیکار داری؟ رفتیم. مرا سرده. تو چی داشتی که میفروشی؟ در نزد مردم با من داد نزن. با من نرس. پیش درام. در راه صحبت نکنیم. مرا سرده. اینقدر پول رو از کجا یافتی؟ من داد زدم نمیخوام. با تو میگویم راگرد. اینقدر پول رو تو از کجا یافتی میگویم؟ از کجا یافتی؟ از اکا هم پول گرفتم. براشی در نزد مردم واهمه میکنی ها؟ از اکات؟ بله. از اکای ریزوات؟ بله چی شد؟ فهمو. تو چی کار میکنی؟ میپرسم. تو چی را پرسیدنی هستی؟ پرتا این را. خواستم بفهمم که گفته هایت راست است یا دروغ. این چی؟ کی با تو اینقدر پول داد گپ زد؟ شنل ها با عائله ما غمخواری کردند. آدمشان گناهگار است. وجدانشان عذاب کشیده است. برای همین با من زنگ زده دادند. وجدانشان عذاب کشیده است؟ آدمی که وجدانش عذاب میکشد با بیمارخانه آمده خبر میگیره. اقلا زنگ میزند. زنگ زدن جیغ زدن باز چیکار کنن آخر؟ پول خونه رو گرفتی ها؟
گرفتی صدمه رو آن شخص حبس شده نکرده است. کی کرد؟ از کی چی رو پنهان میکنن؟ این آدمان برای چی به ما اینقدر پول میدین؟ گپ زن. جانی پسرت رو فروختی، باز پولش رو با کیسه‌ات گذاشتی. آنها باشند این را وجدان دانستند؟ قصاص! خدا جزایت را دهد. مجبور میکنی که تو را بزنم احمق. ابله رابین اینقدر پول را پوشید. آیا تو در حیاتت باری هم اینقدر پول را دیده بودی؟ به زمین پهن کرد. مادر به خدا من گناه ندارم. فاطی عیبدار است. او گپ میزند و معلم قصدش را از من میگیرد. من گناهی ندارم. کارش و توپ را گرفت، با حرکت زیبای شریفش را گذاشت، محافظ را نیز گذاشت و ضربه گل!
پسرم. پسرم رو در اینجا پخش کردن. پسرم رو با ماشین زدن. خوب هسته؟ خیزید مرا سر دید. دخترم با کجا می روی؟ ما خوبه، از ما خواطر نشم، لیکن تو هم خوب شو. آوازت برو برایت. دید پدرت هم همین فیلم میگوید. کمی پس ما هم به نزد تو میآییم. فهمیدی جانکم؟ خودت رو احتیاط کن. خیر تا باز دیر میبوسم تو رو. میلش جانم. از آوازش معلوم است که سخت غمگین شده است. بگذار غمگین شود جانم. جانی فرزندی من فروشی نیست. و بیرون برایت میگویم دروازه رو کشایید. همانزاد مادری کدا خدا لعنتش کند. با پولی حرامت خودی پسری مرا خریدن نمیتوانید. و بیرون برایت برویم نگاه کنید. روید از اینجاست. روید مرا سردید. دروازه رو کشایید میگویم. ایزم مرا گوش کن. از اینجا گم شو وگرنه بد میشم. من دارم اینجا چی کار میکنی؟ داد نزن. باز چی کار میکنی؟ آخر آن بار آگاه میکنم. داد نزن. آنها بروی من نگاه کنن. فهمیدی؟ گم شو. سرده رو از اینجا. سرده مرا. و مانند انسان برآمدن نمیتوانی. حاضر در اینجا جانت را میگیرم. جانی فرزندی من فروشی نیست. فهمیدی؟ آنها بروی من نگاه کنن. خم کن میگویم. سرده با من چی کار میکنی؟ باز چی کار میکنی؟ تو خم نمیکنی. بیا نهایت آوازش خاموش شد. تمامی ثبت‌های کامیرا را تازه کن. آیده این شب چیزی نباشد. خوب شد است آقای تنر. در خانه ای؟ انتظار شو. زنت را میارم. تو نمیدانی مگر زنت با چه کارها مشغول است. انتظار شو میآیم. شرطنامه مگر همین طور بود؟ باید تو همه را خاموش میکردی. اکا زنم شنیده غربت کرد. به غربت چی کار دارم؟ در این نیمه شب به نزد خانه اکرم آمده است. اکا طاهر یک فرزند دیگر داری. عقلت را کار فرما.
فهمو آقا بخشش میپرسم. اینجا بیا صحبت میکنیم. کار دارم. چه کار داری؟ اینجا بشین. با بیمارخانه میروم. بعد به نزد پلیس. با پلیس رفته چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ در نزد پلیس چی کار میکنی؟ با پلیس چی کار داری؟ پستیگریتان رو نقل میکنم. رزیلی تو با شنل ها رو. تمام افلاسیتان رو فش میکنم. تو رو میکشم. میکشم. تو کیستی؟ با شنل ها چی کار داری؟ با شنل ها چی کار داری؟ تو یک به خودت نگاه کن. تو کیستی؟ کیستی؟ من هم با تو پسرم رو فروشم. گوش کن. تو به این آدمان نزدیک نشم. آن آدمان پولی بسیار دارن. میفهمی؟ با کودکمان پول در کار نیست مگر؟ با تو، با من، با دخترمان پول در کار نیست. تو چی در داری؟ تو چی فکر داری؟ تو چرا از پشت آنها هستی؟ تو چقدر آدمی پلید بوده یا؟ تو چگونه انسان هستی یا؟ خدا با بلا گرفتارت کند. گرفتار کرده است. باز چی کار کند؟ تو را با من داده است. باز چی بلا دهد؟ من تو را میکشم نابکار. تو را میکشم. میکشم. تو رو نیز شرمنده میکنم. تمامی کرده هایت رو به همه نقل میکنم. با نزد مردم برآمده نمیتوانی. فرزندانت که بودنت را ببینند. میکشم تو را. میکشم. فهمیدی؟ من تو را میکشم حیوان. باز با نزد پلیس میروی. مادر با شما چی شد؟ چی شد؟ پدرم چی پدرم؟